السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. این درس سوم آموزش زبان عربی از کتاب العربیة بین یدیک. الحوار الثالث گفتگوی سوم. الف. انظر نظر کن. واستمع گوش کن. و اعد تکرار کن. الحوار بین احمد و بدر، یعنی گفتگو بین احمد و بدر، یعنی بین دو مرد. احمد: السلام علیکم. بدر: و علیکم السلام. احمد: هذا أخي هو مدرس. هذا أخي هو مدرس. این برادر من، او معلم است. هذا أخي، این برادر من. هو، او مدرس، معلم است. بدر: اهلا و سهلا، خوش آمدی. احمد: هذا صدیقی، این دوست من. هو مهندس، او انجینر است. الاخ، برادر. اهلا و سهلا، خوش آمدی. احمد: مع السلامه. بدر: مع السلامه، یعنی خیر. معنای مع السلامه خیر. این بود حوار سوم حرف الف. شروع میکنیم حوار سوم حرف با که بین دو زن هست. الحوار الثالث گفتگوی سوم حرف با. انظر نظر کن. واستمع گوش کن. و اعد تکرار کن. الحوار بین ندى و هدى، یعنی بین دو زن. ندى اسم زن، هدى اینچنین اسم زن. ندى: السلام علیکم. هدى: و علیکم السلام. ندى: هذه أختي هي طبيبة. هذه أختي، این خواهر من. هي طبيبة، او طبیبه هست، یعنی دکتر زن است. هدى: اهلا و سهلا، خوش آمدی. ندى: هذه صديقتي هي طالبة. این یعنی دوست دختری من است، یعنی این دوگانه من است. هي طالبة، او طلبه هست، یعنی او طلبه دختر است. هذه صديقتي، این دوگانه من است. هي طالبة، او طلبه هست. الاخت، خواهر. اهلا و سهلا، خوش آمدی. ندى: مع السلامه. هدى: مع السلامه، خیر. این بود حوار سوم ما. و الان ما فرقیت که بین حوار الف ده هست و حوار حرف با ده هست چی هست؟ یعنی فرقیت که در هر حوار سوم حرف الف ده هست اینه که وقتی که ما اشاره به سوی مرد میکنیم، اگر ما اشاره به سوی مرد کنیم هذا میگیم. هذا یعنی معناش این میشه. هذا به معنای این، اشاره به سوی مرد کرده میشه. اما وقتی که ما اشاره به سوی زن کنیم میگیم که هذه اشاره به سوی زن، یعنی این زن در نظر داره، زن اشاره داره. و دوم چیزی که وقت هست مثلا کلمه هو به معنای او، ضمیری غایبه. یک شخصی که غایبه ایشو مثلا خطابش میکنیم میگیم که هو. او برای مرده، هو ضمیری غایب برای مرد به معنای او. هی ضمیری غایب برای زن به معنای او. هو او مرد، هی او زن. هذا این مرد، هذه این زن.
و سومین چیزی که در اینجا هست یعنی هر چیزی که هر اسمی را که ما اگر خواهیم نسبت به خودمان دهیم، هر اسمی را که ما اگر خواهیم نسبت به خودمان دهیم، در آخر همون اسم یای مناسبه گذاشته میشه، یا اینکه یای نسبت هم میگن، یا اینکه یای متکلم هم گفته میشه. مثل در کلمه اخ به معنای برادر میشه، اما وقتی ما گوییم که این برادری من است، گوییم در آخر همون کلمه اخ یا این نسبت میگذاریم، یا اینکه یا متکلم میگن، یا این متکلم که گذاشتیم نسبت خودت میشه، میگید که اخی یعنی برادری من، یا اینکه اختی یعنی خواهر من، یا اینکه کتابی یعنی کتاب من، یا اینکه قلمی یعنی قلم من، یعنی نسبت خودتون میته. وقتی در هر اسمی که یای نسبت که داخل شد یعنی نسبت خودتونه، همون یای همون حرف یای، یا اینکه یای نسبت هم میگن، یا اینکه یای یعنی متکلم هم میگن، فهمو؟ یای متکلم، یا اینکه یای نسبت گفته میشود، فهمو؟ در هر اسمی که داخل کرده یای متکلم یا هر اسمی را که نسبت به خودتون دادن میشه، مثلا این کتاب من است، این قلم من است گفتن میشه، در میگید که هذا قلمی، این قلم من است، هذا اخی، این برادر من است، یا اینکه هذه اختی، این خواهر من است، هذا ابی، این بابا یعنی پدر من است. همین گونه. چهارمین چیزی که هست این علامت تعنیس، علامتی یعنی اسمهای زنانه. یکی از علامت‌های اسمهای زنانه، یکی گویم از علامت‌های کلان اسم زنانه چی است؟ این تی مربوطه. در هر اسمی که تی مربوطه که داخل کردیم چی می شود؟ همون اسم زنانه میشه. ما داریم در زبان عربی هست اسمهای مذکر است و اسمهای مؤنث است. و فرق بین اسم مؤنث و مذکر در چی است؟ وقتی که در هر اسمی که تی مربوطه که داخل شود، یعنی اون اسمی چی می شود؟ مؤنث می شود. مثلا مثل طالبتون یعنی طلبه دختر، یعنی مذکرش یعنی اسم مردانش یعنی طالبون. در همین کلمه طالبون هر تی مربوطه که داخل کردیم طالبتون میشه، یعنی طلبه دختر. مدرسون معلم، معلمت یعنی مدرستون یعنی معلم زن میشه، معلمه. یا اینکه معلمون معلم، معلمتون معلم زن، فهمو؟ معلم زن. یا اینکه مهندسون یعنی انجینیر مرد، مهندستون یعنی تی مربوطه که داخل کرده انجینیر زن. طبیبون دکتر یعنی مرد گفته میشه، طبیبتون دکتر زن میشه. در این صحیفه بعدنگی یعنی همون لغت هایی که در حوار سیوم ما خونده گذاشتیم، از همون حوار یعنی لغت ها را در اینجا ذکر کرده، یعنی از همون داخل همون حوار بعض لغت ها را در اینجا ذکر کرده. المفردات لغت ها. مدرسون معلم میشه، معلمون معلم هم گفته میشه، مدرسون معلم. هر دوش کلمه معلمون، مدرسون، استازون همش مرادفه یعنی یک معنای. و وقتی ما همین کلمه مدرسه یعنی کلمه مدرسه زنانه کنیم، تی مربوطه در آخر حرف سین یعنی پیوست میکنه میشه اسم زنانه. مثلا مدرستون، یا اینکه معلمتون، یا اینکه استازتون، همش زنانه شد. طالبتون یعنی طلبه دختر، طالبتون طلبه دختر. مذکرش یعنی اسم مردانش طالبون طلبه بچه. طبیبتون دکتر یعنی دکتر زن، اسم مردانش طبیبون اسم مردانش. مهندسون یعنی انجینیر مرد. مهندستون یعنی تی مربوطه که پیوست کردیم یعنی اسم زنانه میشه، یعنی انجینیر زن. اخون برادر، اختون خواهر،
صدیقون دوست، صدیقتون دوگانه یا اینکه دوست دختر. هذا اسم اشاره به سوی مرد یعنی این یعنی مرد. هذه اسم اشاره به سوی زن یعنی این زن. هو ضمیر غائب یعنی مرد، ضمیر غائب مردانه. او هو او ضمیر غائب مردانه. هی او ضمیر غائب زنانه.